اگر شما مثل من هستید زمانی که پوستتون رو شیف میکنه خیلی موهای پوستتون خیلی زبر میشه، پوستتون کدرتر میشه. اگر که زمانی که بند میندازین تمام صورتتون میشه جوش مثل من. اگرم که وکس میکنید، زمانی که وکس میکنید پوستتون اینجاش میسوزه که من دقیقا همین مشکل همیشه برام پیش میاد و تمام پوستم میریزه بیرون. این ویدیو مخصوص شماست برای اینکه بگم چطوری از موهای کرکی یا موهای سیاه یاد روی پوستتون خلاص بشید. بریم که بهتون بگم دقیقا چه وسیله‌ای احتیاج دارین. وسیله‌ای که احتیاج دارین اکسیدان 9%. من از برند والوار دارم استفاده میکنم. رنگی که استفاده میکنم رنگ مارال 30 مارال رو میخوایم. وازلین نیاز داریم، کاسه رنگ یا یه کاسه پلاستیکی و براشمون هم حتما باید پلاستیکی باشه. نسبت اکسیدان با رنگ 3 باید 1:1 باشه. هر چقدر اکسیدان ریختین همون قدر هم رنگ 3 رو میریزین. کاتالوگ رنگی هم اگر نگاهش کنیم رنگ بیرنگ کننده. قبلا من از همین بیرنگ کننده استفاده میکردم از مدل سیگل. اون موقعی که مدرسه میرفتم مثلا خیلی صورتم مو داشت از اون برند من استفاده میکردم. عکسشو میذارم ببینین که شاید شما میزدین، چون الان هم خیلی از اون استفاده میکنم. اون دقیقا همینه، یعنی ما فکر میکنیم که اون یه چیز دیگه است ولی دقیقا همینه. چون من اونو استفاده کردم اینم استفاده میکنم، هیچ تفاوتی در واقع نداره و دقیقا همینه. وازلین میخوایم از هر برندی بود، هیچ تفاوتی نداره. تمام صورتتون رو وازلین میزنیم. من چون دیروز این کار رو کردم و خیلی ایدهش به ذهنم اومد که بیام به شما بگم، دیگه امروز خب نمیتونم بزنم رو پوستم دیگه. من دیروز این کار رو کردم و خب مراحلش اینه: تمام پوستتون رو وازلین میزنید. خب بعد که وازلین زنید خیلی حجم زیادی نزنید، در حد چرب بشه که اصلا مواد به پوستتون برخورد نکنه. بعد میاین موادتون رو که قاطی کردین با براش میزنین یا با دست سعی نکنین بزنین. مثلا اگر میخواین بزنین دستکش بپوشین. حتما تایم میگیرین و تایم 1 تا 20 دقیقه بستگی به میزان موتون داره. من اینجاها رو میزنم، رو بینیمو میزنم، پشت لبمو میزنم، اینجاهامو میزنم، چون خیلی پرموام و مو زیاد داره صورتم. مثلا زیر گردن من پر موه ولی کافی اینا رو بند بندازم خب تمام زیر گردنم میشه جوش. خیلی اینطوریه میدونم. وازلین میذاری، موادو میذاری و فقط 20 دقیقه تا 1 رو روی موهات میذاری. بعد با آب سرد صورتتو میشوری، تمام موهات بور میشه. حتی این موهای دوندونه کوچولو که روی بینی هم هست اینا هم بور میشه. اصلا پوست 2-3 درجه روشن‌تر میشه و خیلی آرایش خوشگل رو صورتت میشینه. اگه دلت میخواد کلی ترفند آرایشی یاد بگیری یا کلی ترفند راجع به رنگ مو یاد بگیری، کانال منو سابسکرایب کن و حتما ویدیوهای منو ببین. خیلی بهت کمک میکنه چون من بدون راز چیزایی که خودم استفاده میکنم و بهت میگم.